مهران نایبوی 23 ساله یک روز پیش از مرگ با چهره باز و خندان و ظاهرا بدون یأس و ناامیدی این نوار روز 2 اپریل در صفحه او در اینستاگرام نشر شده است. صبح 4 اپریل به نزدیکانش در دوشنبه خبر دادند که گویا مهران خود را بر رود پتکناب درواز افکنده است. مفتشان دادستانی کل تاجیکستان به پیوندانش گفتند احتمال او خودکشی کرده است و پروندهش بر این اساس تحقیق می شود. این مکان است که گویا مهران از آنجا خود را به آب پرتافته است. نزدیکانش به خودکشی او باور ندارند. پرونده را دادستانی کل به آن خاطر تحقیق دارد که نام 2 تن از کارمندانش به این حادثه گره خورده است. به گفته بعضی از منابع آگاه که نامشان نشر نمی شود، مهران نایبوی از شهر دوشنبه همراه دولت عربزاده و فیروز سیدزاده 2 مفتش دادستانی کل به درواز رفته بوده است. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند حالا این 2 مفتش موقتا از کار رانده شدند. یک تن از دوستان خانواده مهران نایبوی به رادیو آزادی گفت نزدیکانش زیر فشار هستند تا فرضیه خودکشی را قبول کنند. در دادستانی کل حادثه را شرح ندادند و نظر مفتشان که شاهد حادثه بودند معلوم نیست. مادر مهران نایبوی از صحبت با رادیو آزادی خودداری کرد. مهران نایبوی یک طفل 2.5 ساله دارد که در تربیت نزدیکانش است و سال پیش از شوهرش طلاق گرفته در یک آرایشگاه در شهر دوشنبه کار می‌کرده است.